از چه آردی استفاده کنیم برای اینکه حلوای بهتری به دست بیاریم و اینکه از چه موادی چی میتونیم به حلوامون اضافه کنیم که خوشمزه تر، خوش رنگ تر و همه پسندتر بشه. با من همراه باشید. سلام، امروز میخوایم بهتون یه حلوای سنتی رو یاد بدیم که تشکیل میشه مواد لازم از آرد، شکر، گلاب، زعفران، کره، روغن مایه. پیمانه، شما میتونید از هر چیزی به عنوان پیمانه استفاده کنید، لیوان، استکان یا هر چیزی. ما الان اینجا از یه ملاقه استفاده کردیم. فقط اینکه از پیمانه‌ای که استفاده میکنیم شکر 2 برابر آرد استفاده میشه. 3 تا ملاقه آرد داریم، 6 تا ملاقه شکر، 1 ملاقه بزرگ آب و 2 تا ملاقه گلاب که جمعاً میشه 3 تا. زعفران 1 قاشق شربت خوری آسیاب شده حل شده، کره 100 گرم، روغن مایع 150 گرم. آردو میریزیم توی تابه. زیرش رو روشن میکنیم، 1 کمی شعله‌ش رو کمتر میکنیم تا زمانی که 1 کمی بوی آردمون در بیاد و اون حالت بوی خامیش گرفته بشه. حالا تا این تفت بخوره ما میایم اینجا یه ظرف داریم که این شکرمون رو میریزیم داخلش. اینم آب و گلابیه که ما اندازه این حلوا براش در نظر گرفتیم. حالا زیرش رو روشن میکنیم تا زمانی که داغ بشه. یه کمی همش میزنیم اون آب و شکر با هم حل بشه. آردمون رو شروع میکنیم به تفت داره. یه نکته مهم که توی حلوا کار شما رو خیلی راحت تر میکنه، از گوله گوله شدن آرد جلوگیری میکنه، اینه که شما بعد از پیمانه کردن آردی رو که پیمانه میکنید برای اون حلوا، مقدار آردتون که مشخص شد 1 یا 2 بار آردتون رو از الک رد کنید. هوایی که بین اون بافت آرد میره باعث میشه که آرد شما گوله نشه، حلواتونم یه خورده ترد و پوچ بشه. 1. دوم، بهترین آرد برای حلوا آرد سنگکه. میشه از بقیه آردام استفاده کرد، از هر آردی، آرد سفید، آرد شیرینی پزی، از هر آردی میشه استفاده کرد، اما بهترینش آرد سنگک. من قبل از اینکه بخوام برنامه رو شروع کنم آردم رو الک کرده بودم 2 بار. خب ما به مرحله رسیدیم که میتونیم روغنمون رو کم کم به این اضافه کنیم و تون هم بزنیم که این گوله نشه. روغن کمتری میریزیم به خاطر اینکه بهش کره هم میخوایم اضافه کنیم. کرمون هم اضافه میکنیم. ببینید هر چقدر که به سرخ شدن نزدیکتر میشه، نگاه کنید پوکتر و حجیمتر میشه این آرد وقتی داره سرخ میشه با اون کره و روغن. جاتون خالی، عطر خیلی خوبی هم رو انداخته. یادتون باشه که مدام باید اینو هم بزنید. اگر 1 لحظه از هم زدنش دست برداریم زیرش میسوزه و تلخ میشه حلواتون. اینقدر این هم زدن رو ادامه میدیم تا آرد ما سرخ شدنش یه رنگ کاراملی به دست میاره. یعنی آرد ما یه رنگ کرم کاراملی میشه که وقتی اون شهدش رو، شربتش رو بهش میریزیم رنگ دلخواهمون در میاد. حلوا رو تیره تر بخوایم بیشتر سرخش میکنیم، روشن تر بخوایم کمتر سرخش میکنیم. ببینید به این مرحله که رسیدیم اینجوری داره میجوشه، ما میتونیم زعفرانش رو بهش اضافه کنیم
یه ذرم اینجا از خود این شربت توش بچرخونید. خب شربت ما آماده است، ولی خب همینجوری میذاریمش بجوشه. خوبه که هر چقدر که داغ باشه کار ما رو راحت تر میکنه. به نظر من کافیه. شما اگه دوست دارید حلواتون قهوه‌ای تر، قهوه‌ای سوخته، حالا ما دلمون میخواد طلایی در بیاد، چون کارگردانمون حلوای طلایی دوست داره. ما میخوایم حلوامون طلایی در بیاد. ولی شما اگه دوست داشتین که تیره تر باشه میتونین بیشتر از این سرخش کنیم. شروع میکنیم اینو آروم آروم به این مواد اضافه کردن. نه آروم آروم اضافه میکنیم که هم گوله نشه، همین که یه موقعی میبینید بعضی از آردا کشششون برای آب و گلاب کمتر از اون چیزیه که شما انتخاب کردین، حجم در نظر گرفتیم. به خاطر همین میتونین کمتر اون آب و گلاب رو استفاده کنید. حالا ما باقیش میمونه توی شرایط دیگه میشه ازش استفاده کنید. الان حلوای ما تا اینجا بستشه. اینو هم میزنیم. اون آب اضافهش جمع بشه. ببینید این زمانش حلوای شما حاضره که یه دقت کوچولو بکنید. ظرفتون که اینطوری تکون میدین اینا از پهلو جمع میشه. آروم 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 جمع میشه. میریم که بچینیمش، بریزیمش توی ظرف.